جنگل‌های هیرکانی یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین زیست‌بوم‌های جهان هستند که قدمتی بیش از 40 میلیون سال دارند و در شمال ایران و بخش‌هایی از جمهوری آذربایجان گسترده شده‌اند. این جنگل‌ها بازمانده‌ای از دوران سوم زمینشناسی، دوران ژوراسیک هستند و به همین دلیل به آنها لقب فسیل زنده داده‌اند. قدمت آنها بین 30 تا 50 میلیون سال تخمین زده می شود. در سال 2019 جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی جهانی در فهرست یونسکو ثبت شدند. این ثبت به دلیل ارزش‌های اکولوژیکی، تنوع زیستی و قدمت تاریخی این جنگل‌ها صورت گرفت. آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در منطقه الیت چالوس از 10 آبان 1404 آغاز شده و تا امروز بیش از 20 روز ادامه داشته. این حادثه به طولانی‌ترین آتش‌سوزی جنگلی شمال ایران در دهه اخیر تبدیل شده است.